در پنجمین نشست فرمات مسکو که صحنه 29 سپتامبر سال 2023 در شهر قزان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه دایر شد، به ضرورت تشکیل حکومت فراگیر ملی، تامین حقوق زنان و مبارزه با تهدیدهای گروه‌های تروریستی در افغانستان زیر سلطه گروه طالبان تاکید شده است. در این همایش بخشیده به مسائل افغانستان بجز از نمایندگان رسمی روسیه، خطای، هندوستان، ایران، پاکستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان، همچنین وزیر کارهای خارجه طالبان امیرخان متقی نیز اشتراک نمود. بنا به نوشته رسانه‌های روسیه، امیرخان متقی به این نشست به عنوان میهمان دعوت شده است. به این نشست نمایندگان عربستان سعودی، امارات متحده عرب، قطر و ترکیه به حیث ناظر دعوت شدند، ولی نماینده امریکا اشتراک نداشت. امیرخان متقی ضمن سخنرانی خود تاکید نمود که کشورهای منطقه در تمایل با امارت اسلامی افغانستان پیشگام هستند و در 2 سال گذشته شاهد تعاملات سیاسی و دیپلماتی زیاد شدند. او همکاری‌ها با کشورهای منطقه را فصل نو در روابط دیپلماتی افغانستان توصیف نمود. متقی همچنین دلیل گفته‌های خود با اشاره به تعیین سفیر خطای در کابل افزود که چین با تشریفات امارات اسلامی به افغانستان سفیر معرفی کرد. ما توقع داریم که این اقدام چین برای کشورهای دیگر درس شود. با اینکه نمایندگان کشورهای در نشست حضور داشته از افزایش نفوذ گروه‌های تروریستی مربوط به القاعده و داعش ابراز نگرانی نمودند، متقی با یک قطعیت تام گفت که طالبان در 2 سال گذشته توانستند مفخرگاه‌های داعش را در تمام افغانستان نابود کنند. این هم در حالی است که نماینده وزارت کارهای خارجه روسیه تاکید نمود که طالبان نتوانستند به وعده‌های خود در مبارزه بر ضد گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان حضور داشته عمل کنند. با اینکه نمایندگان کشورهای حضور داشته در نشست بر سر حکومت همه‌شمول با اشتراک همه نمایندگان قومی افغانستان و گروه‌های سیاسی این کشور تاکید نمودند، وزیر کارهای خارجه طالبان گفت که نسخه خارجی حکومت همه‌شمول بحران افغانستان را در چندین دهه گذشته حل کرده نتوانسته است. همزمان سرپرستی وزارت کارهای خارجه طالبان ادعا نمود که رژیم طالبان از مشروعیت دینی و ملی برخوردار است. از حضور نمایندگان طالبان در این نشست، شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان ابراز نگرانی نموده نشست قزان را یک جانبه نامید و در بیانیه خواستار اشتراک همه طرفهای قضیه افغانستان در چنین نشست شد. به طور دائمی و همچون عنعنه پس از نشست فورم مسکو، اشتراک کنندگان این گروه اعلامیه را به طور دستجمعی قبول می کنند، ولی امسال نمایندگان تاجیکستان چندین بند این بیانیه از طرف دیگر اعضای نشست قبول شده را نپذیرفته از امضا کردن اعلامیه قزان دست کشیده است. بنا به گفته فرستاده مخصوص پرزیدنت روسیه در امور افغانستان زمیر کابولوف، بیانیه تقریبا توسط همه طرفها بجز از تاجیکستان تایید شد. شریکان ما از تاجیکستان به برخی از نکات این بیانیه راضی نیستند. بیانیه این نشست هنوز نشر نشده است و مشخص نیست که تاجیکستان به کدام بندهای آن مخالفت خود را نشان داده است. باید یادآور شد که نماینده تاجیکستان شرف رحیمی ضمن سخنرانی خود در این نشست از افزایش نفوذ گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان و دست یافتن اعضای این گروه به سلاح سبک و وزنین نگرانی جدی دوشنبه را بیان داشت. همچنین او از وضعیت بد اقتصادی مردم افغانستان و حتی به حقوق ابتدایی دست نداشتن آنها تاکید نمود و گفت که همه کشورهایی که میخواهند کمک خود را به مردم افغانستان رسانند، مرز تاجیکستان برای آنها گشوده است. فرمت مسکو بار اول 14 اپریل سال 2017 با اشتراک جانشینان وزیران کارهای خارجه و نماینده‌های مخصوص 11 کشور روسیه، خطای، هندوستان، ایران، پاکستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و افغانستان برگزار شده هر سال یک مرتبه تشکیل جلسه می کنند. نشست امسال بیشتر نه به نتیجه هایش بلکه اساساً به یک حادثه کریمینالی در یادها ماند. بنا به خبرها نمایندگان هیئت طالبان در روز رفشن در مسکو در راه از میمانخانه شان تا فروشگاه اورپیس که شناسنامه‌های خود را گم کردند. بعضی از کاربران به تمسخر به شرح این خبر نوشتند که گروهی که در روز رفشن حجتهای خود را گم می کند چگونه می تواند یک کشور با 41 میلیون اهالی را رهبری کنند. تا به حال درباره یافت شدن یا نشدن شناسنامه‌های اعضای هیئت طالبان یگان خبر نشر نشده است. مش می نویسد که برای جستجوی دزدان پلیس مسکو دست به کار شده است.